از نام رهبریت ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده همین خیلی تصمیم گرفتن که اون مادرانی که فرزندان تربیت کردن همین خیلی گردآفریدان تربیت کردن که برای جمعیت امروزه برای دولت امروزه آنها ضرور هستند در خدمت مادر وطن هستند آنها را یک عیادت کنیم و به روز مادر تبریک کنیم. کارمندانی ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گраждани جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت چاره‌بینی غیر مقرری را تشکیل نمودند. چند از کارمندان نهاد مادران خدمتچیان کمیته مذکور را در جای کار و یا خانه دریافت نموده عیادت نمودند. کارمندان ستاد حالتهای فوق‌العاده به هر مادر دسته گل و شیرینی تقدیم نمودند. این اقدام با مقصد راهبردی مادران خدمتچیان دولتی از جانب رهبریت کمیته عملی کرده شد. و همین روز مادران تبریک شما گوییم و ما را فرستاندن به تبریک شما. همه سال سنه 8 مارس در کشور از روز بزرگداشت زن مادر تعطیل میکنند و این مناسبت در همه تشکیلات اداره‌های دولتی و خصوصی چاره‌بینی‌های ادانه گذرانیده می شود. کارمندان کمیته نیز برابر دیگر تشکیلات‌ها به بیش از 10 نفر زنان و بانوان دسته گل و تحفه خاطروی از جانب ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده تقدیم کردند. گروه از مادران عیادت شده از این اقدام خرسند شدند. بچه جان شما رحمت کلاناتان به رحمت الهی پروردگار همین دادوف منند 6 دادرم هستند 6 دادرم هستند من و یای همچون برادر من و یای قبول کردگی. گفته می شود که سالهای آخر توجه دولت و حکومت نسبت زنان و بانوان بیشتر گردیده نقش آنها در پیشرفت جامعه و تربیت نسل نورس مهم می باشد. هدف عیادت مادران خدمتچیان دولتی نیز این ارج گذاشتن به مقام و منزلت زنان و بانوان به حساب می رود. گزارش گنجینه عالم و اعظمجان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.